مصر باستان، آپوفیس. آپوفیس که به نام آپپ نیز شناخته می شود، شخصیت مهم در اساطیر مصر باستان است که نشان دهنده هرز و مرز و ویرانی است. در این زمان مروری بر ویژگی‌ها، اسطوره‌ها و نقش او در جهانشناسی مصر داریم. ویژگی‌ها: آپوفیس اغلب به عنوان یک مار یا مار غول‌پیکر به تصویر کشیده می شود که نماد هرز و مرز است که با نظمی که خدای خورشید را نشان می دهد مخالف است. سمبولیسم: او مظهر تاریکی، هرز و مرز و نیروهای شر است. وجود او یک تهدید دائمی برای سفر خورشید در آسمان است. اسطوره شناسی: مبارز ابدی آپوفیس بیشتر به خاطر نبرد ابدیش علیه RA شناخته می شود. هر شب هنگامی که RA از طریق دنیای زیرین سفر می کند، آپوفیس تلاش می کند تا خورشید را ببلعد و تهدید می کند که جهان را در تاریکی ابدی فرو خواهد برد. شکست توسط RA: هر روز صبح RA با موفقیت آپوفیس را شکست می دهد که نشان دهنده پیروزی نظم بر هرز و مرز است. این چرخه نمادی از تجدید حیات و زندگی روزانه و اهمیت حفظ تعادل جهانی است. نقش خدایان دیگری مانند ست و مات نیز در مبارزه با آپوفیس نقش دارند. ست که اغلب خود با هرز و مرز همراه است، گاهی به عنوان مبارزه با آپوفیس برای حفظ تعادل در جهان به تصویر کشیده می شود. عبادات و تشریفات علیه آپوفیس: مصریان باستان مراسم و تلاوت‌هایی از کتاب مردگان انجام می‌دادند تا از نفوذ آپوفیس محافظت کنند. اینها شامل جادوهایی بود که برای جلوگیری از هرز و مرز او و ادیان از عبور ایمن خورشید بود. نمایش‌های نمادین: طلسم‌ها و کتیبه‌های آپوفیس برای محافظت از افراد از طبیعت مخرب او استفاده می‌شد. چهره آپوفیس بر تفسیرهای مدرن مختلف از هرز و مرز و شر در ادبیات و فرهنگ عام تاثیر گذاشته است. آپوفیس نمادی قدرتمند در اساطیر مصر است و اهمیت تعادل در جهان و درگیری مداوم بین خیر و شر را نشان می‌دهد. اگر سوالات یا موضوعات خاصی در رابطه با آپوفیس دارید، در صورت تمایل بپرسید. با تشکر. کانال خون سیاه.